در کنار همون اراده سیاسی برای حل این مسئله باید بالای حجت ها نشست. زیرا در حجت ها همه چیز دقیق است و درست است که برای به حجت ها به سرحد های رسمی برابر کردن وضعیت واقعی سرحد ها باید در سرحد ها تغییرات شود، گذشت ها شود. ولی اگر همین کار نشود این بحث تا آخر طول میکشد. زیرا سند، حجت یگانه مدرک یا منبع یا دستخطی است که ما در بالای آن ایستاده موضوع مذاکرات، پردمیت مذاکرات میگیم، حد و حدود صحبت رو میتونیم مشخص کنیم. زیرا اگر ما به سندها تکیه نکنیم هر جانب میتواند دعوا کند که این یا اونجا از ما بود. چون که این منطقه بسیار پیچیده است. مردم قرقیز، تاجیک و همه مردم های این منطقه در طول 100 ساله ها با هم در یک آمیزش نزدیک زندگی کردن. اگر تاریخ را اساس گیریم، فرهنگ، تمدن، دیگر علامت ها را اساس گیریم، برای هر یک منطقه یک دعوا ساختن ممکن است. بخصوص برای مردم تاجیک که یک ملت تهجایی و قدیمی این منطقه و صاحب بسیار ارزش های این منطقه است، مؤلف بسیار ارزش های این منطقه است. از این رو ما از این دعواهای تاریخی و سیاسی و فرهنگی و ارزشی در این مسئله سرحد استفاده بردنمون مشکل است. از این رو تکیه اساسی اگر بروی حجت ها شود، حجت هایی که سرحد رو معین کردن و در سطح هم جمهوری ها هم اتحاد شوروی تصدیق شده، در اونجا همه چیز معین است و من باور دارم که اگر به حجت ها اساسا تکیه کنند اخیر به یک راه حل موافق میرسند.